بسم الله الرحمن الرحیم. Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. سلام دکتر صاحب، شما به چند سوال اشاره کردید که توسط مبلغان عیسویت هنگام دعوت به مسیحیت از جماعت مسلمانان پرسیده می شوند. این سوالات می توانند در ذهن برخی مسلمانان شک و تردید ایجاد کنند. بنابراین شما مسئولیت دارید تا به سوالات گیج کننده که توسط عیسویان پرسیده می شوند را پاسخ بدهید. بعد از آن آقای دکتر زاکر نایک فرمودند: برادر ما سوال کردند که من در سخنرانی هم چند سوالات را پرسیدم که همیشه مبلغین عیسویت از مسلمانان میپرسند و بسیاری از مسلمانان میخواهند بفهمند که پاسخ این سوالات چیست. وقت شما پاسخ آن را نگفتید در ذهن ما نیز شک و تردید ایجاد شد. زیرا وقت من سخنرانی میکنم سوال را خودم پاسخ نمیگویم، زیرا میخواهم بدانم که آیا مسلمانان اینجا هیچ علاقمندی به تبلیغ و دعوت دارند یا خیر. خیلی از مسلمانان با هم میگویند که جواب آن چی باشد، اما هیچ کسی پرسان نمی کند که جوابش چیست. اینجا از 5 سوال عمده آنان شما کدام یکتان هر 5 پاسخ را میدانید؟ دستان را بالا کنید. ماشاءالله بیشتر از 100,000 نفر هستند. آیا کسی هر 5 پاسخ را میداند؟ فقط یک دست را دیدم. 3 نفر شد. 3 برادر میگویند که ما جواب را میدانیم. 5 سوال است و دانستن جواب به این معناست که جواب درست مهم است. اگر با پاسخ گفتن بخواهم وقتی در مجلس کوچک سوال میکردند که جواب آن 5 سوال چیست، حالا که اجتماع بزرگی است برایتان خواهم گفت که پاسخش چیست. جواب گفتن یک چیز است و با اطمینان جواب گفتن چیز دیگری است. هر کس میتواند پاسخ بدهد، پس جواب دادن آسان است، اما با اطمینان جواب دادن شرط اساسی است. و جوابهای همه این سوالات در قرآن کریم موجود است، در نوارهای سخنرانی هم موجود است. فقط میخواهم به طور مختصر پاسخ بدهم. سوال اول آنان این بود که در قرآن کریم نوشته شده که بایبل کلام خداوند است، پس چرا شما مسلمانان به بایبل عمل نمی کنید؟ جواب اول: گفتن این که در قرآن کریم نوشته شده بایبل کلام خداوند است کاملا غلط است. در هیچ جای از قرآن نوشته نشده که بایبل کلام خداوند است، بلکه در قرآن این نوشته شده است که انجیل کلام خداوند است، نه بایبل. و اناجیلی که امروزه نزد عیسویان موجود است از انجیل اصلی نیست. ما قبول داریم که انجیل وحی بود که از طرف خداوند برای حضرت عیسی نازل شد. ما با آن ایمان داریم، قبول داریم که کلام خداوند بود. اما بایبل یا اناجیل امروزه که نزد عیسویان است اینها انجیل نیستند، بلکه آنان مخلوط شده و ترکیب شده هستند. برخی کلماتش کلام خداوند است، برخی کلماتش کلام حضرت عیسی است و برخی کلماتش سخنان تاریخی است. متاسفانه بعضی سخنان زشت نیز در آن شامل است، حتی سخنان پورنوگرافی. این که چی اندازه اشتباهات در آن وجود دارد بیشمار است. صدها اشتباهات در انجیل های امروزی وجود دارند. این اشتباهات بیان میکند که این کتاب کلام خداوند شده نمیتواند. به همین دلیل تصور این که بایبل یا انجیل امروزی کلام خداوند است کاملا غلط است. ما انجیل را قبول داریم. بایبل امروزی به نامهای انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا و انجیل مرقس یاد میشوند، در حالی که ما انجیل عیسی را قبول داریم. شما انجیل عیسی را به ما بیاورید تا ببینیم. انجیل عیسی نزد آنان نیست. آنان میگویند انجیل به قول متی، انجیل به قول مرقس، انجیل به قول لوقا، انجیل به قول یوحنا. آنچه را ما میخواهیم انجیل عیسی میباشد. سوال دوم آنان این است که نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم 5 بار ذکر شده، در حالی که نام حضرت عیسی علیه السلام 25 بار ذکر شده. پس کدام یک مقام بلندتری دارد؟ پاسخ آن سوال این است: وقتی درباره کسی ما گفتگو میکنیم اگر فرد موجود باشد لازم نیست تا از او نام ببریم. مثلا من میگویم برادرم چنین سوال کرد، لازم نیست تا نامش را ذکر کنم. اما زمانی که فرد حاضر نباشد ما به هدف آغاز گفتگوها از او نام میبریم. به طور مثال من میگویم که از شیخ دیدات متاثر شدم، لذا در آغاز نام بردن از شیخ دیدات لازمی است، چون خود شیخ احمد دیدات اینجا حضور ندارد. کسانی که اینجا حضور دارند فقط میگویم برادرم این سوال را پرسید، برادرم این چنین گفت.
کسی که حاضر باشد نام بردنش الزامی نیست. کسی که حاضر نیست الزامی است تا از او نام ببریم. زمانی که قرآن نازل گردید حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حاضر بود. با او صدها بار گفته شده که یا نبی یا رسول این و آن خطاب شده، زیرا او موجود بود و لازم نبود که هر مرتبه نامش را ذکر کند. اما زمانی که نام حضرت عیسی علیه السلام ذکر می شد، حضرت عیسی علیه السلام موجود نبود. بنابراین هر مرتبه که سخنی درباره حضرت عیسی می شد، نام بردن حضرت عیسی علیه السلام الزامی بود. به همین دلیل نام حضرت عیسی علیه السلام بیشتر از 25 بار در قرآن کریم ذکر شده. در قرآن کریم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم صدها بار مخاطب قرار گرفته. حالا اگر مبلغ عیسوی برایتان میگوید نخیر آنچه را شما میگویید قبول ندارم، وقتی بیشتر ذکر شده است به این معناست که او مقام بلندتری دارد. پس در پاسخش میگوییم که درست است وقتی چنین است نام حضرت موسی علیه السلام در قرآن کریم 132 بار ذکر شده. پس آیا قبول دارد که حضرت موسی مقامش بلندتر از حضرت عیسی است؟ او در پاسخ خواهد گفت که نخیر، زیرا عیسویان حضرت عیسی را خدا می‌دانند. سوال سوم آنان این است که حضرت محمد معجزه های زیادی انجام داد اما هیچگاه مرده را زنده نکرد، در حالی که حضرت عیسی علیه السلام مرده ها را زنده میکرد. پس کدام یک بزرگتر است؟ در پاسخ میگوییم که در انجیل نوشته شده، انجیل متی فصل 24 آیه 24 بیان می‌دارد: For there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible, they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. زیرا مسیحان کاذب و پیامبران دروغین برخاسته و آیات و معجزات عظیم به ظهور خواهند آورد تا اگر ممکن باشد حتی برگزیدگان را گمراه کنند. ببینید در انجیل نوشته شده که صدها عیسی دروغین خواهند آمد. با نشان دادن معجزات خیلی مردم را فریب خواهند داد و حتی مردمان برگزیده را گمراه خواهند کرد. پس در انجیل نوشته شده که با نشان دادن آیات و معجزات مردم را گمراه میکنند. بنابراین معجزه معیار نیست. نشان دادن معجزه شرط نیست که کدام یک مقام والا و مقام کدام یک پایین تر است. و همچنان در قرآن کریم ذکر شده است که به هر اندازه که معجزات صورت گرفته و هر پیامبری که معجزه‌ای داشته است توسط الله سبحانه و تعالی صورت گرفته. پیامبر خودش معجزه‌ای نکرده بلکه الله سبحانه و تعالی توسط او انجام داده است. به همین دلیل در قرآن کریم ذکر شده است که به اذن الله، یعنی به دستور خداوند. وقتی حضرت عیسی علیه السلام مرده ها را زنده می‌کرد میگفت به اذن الله برخیز. در حقیقت این خداوند است که آنان را توسط حضرت عیسی علیه السلام زنده می‌گرداند. پس معجزه از الله سبحانه و تعالی است. بنابراین تمام پیامبرانی که هر معجزه‌ای انجام دادند خداوند توسط آنان معجزه نموده. باز هم آن عیسویان قبول نمی‌کند و میگوید نخیر وقتی عیسی علیه السلام مرده را زنده کرد او بزرگتر و والا مقام‌تر است. پس در پاسخش میگوییم اگر شما انجیل را بخوانید در انجیل و حتی در قرآن نیز ذکر شده که وقتی موسی علیه السلام فرعون را به مبارزه دعوت میکند، فرعون خیلی از جادوگران را میخواند و آنان چوبها را به زمین میاندازند، همه چوبها به مارها تبدیل میشوند. اما وقتی موسی عصایش را به زمین میاندازد به مار اصلی تبدیل میشود. بنابراین موسی علیه السلام نه تنها مرده ها را زنده کرده بلکه او چوب خشک را به حیوان زنده تبدیل کرد. او نه تنها زنده کرد بلکه چوب خشک را از رده گیاهان به مار زنده رده حیوانات تبدیل کرد. او نه تنها زنده کرد بلکه چوب خشک را به حیوان یعنی به مار تبدیل کرد. یعنی این یک معجزه بزرگتری است. پس آیا شما قبول دارید که حضرت موسی علیه السلام بزرگتر از حضرت عیسی است؟ او در پاسخ خواهد گفت نخیر. در قرآن همچنین ذکر شده که حضرت موسی علیه السلام عصایش را به زمین انداخت و به اژدهای بزرگ تبدیل شد. سوال چهارمشان این است که حضرت عیسی علیه السلام زنده است در حالی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فوت نموده. پس کدام یک بزرگتر است؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم سوره نساء سوره 4 آیه 158 می فرماید بلکه خداوند او را یعنی حضرت عیسی را به سوی خود بالا برد. الله سبحانه و تعالی حضرت عیسی را به دلیل زنده بالا برد زیرا او یگانه پیامبر و یگانه نبی خدا بود که اکثر مردمش تصور میکردند که او دعوای خدایی نموده. پیروان هیچ پیامبری این تصور را نکردند که پیامبرشان دعوای خدایی نموده. حضرت عیسی علیه السلام یگانه پیامبر خداوند بود که پیروانش تصور کردند او دعوای خدایی نموده و فرموده است که من خداوندم. به همین دلیل الله سبحانه و تعالی او را زنده بالا برد تا روزی دوباره برگردد.
و خداوند در قرآن می‌فرماید که او قبل از قیامت دوباره برخواهد گشت. حالا او کدام شریعت جدید برای ما نخواهد آورد؟ الله سبحانه و تعالی در سوره مائده سوره 5 آیه 3 می‌فرماید که دین شما کامل گشت. بعد از این چیزی جدیدی به آن افزوده نمی شود و همچنان چیزی از آن کاسته نمی شود. وقتی حضرت عیسی مسیح علیه السلام می آید برای ما چیزی تازه امر نمی کند، بلکه او برای خود عیسویان خواهد آمد و برای آنان خواهد گفت که هیچگاهی نگفتم که من خداوندم و مرا عبادت کنید. قرآن در سوره مائده سوره 5 آیه 116 می فرماید که عیسی خدا را شاهد می گیرد و می گوید خدایا هیچگاهی نگفتم که خدا هستم، اگر چنین می گفتم تو می دانستی، بلکه گفتم اعبد الله، یعنی خدا را عبادت کنید، ربی و ربکم، کسی که پروردگار من و شماست. بنابراین الله سبحانه و تعالی عیسی علیه السلام را زنده به آسمان برد تا وقتی که دوباره برگردد برای عیسویان خواهد گفت که هیچگاهی من دعوای خدایی نکرده بودم. این موضوع نه تنها در قرآن است بلکه در انجیل نیز چنین ذکر شده. اگر انجیل متی را بخوانید در فصل 7 آیه 22 می‌فرماید On that day, when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in your name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیاری انجام ندادیم؟ اما با آنها به صراحت خواهم گفت هرگز شما را نشناختم، از من دور شوید ای بدکاران. یعنی وقتی حضرت عیسی علیه السلام دوباره برمیگردد به عیسویان خواهد گفت که هیچگاهی نگفتم من خداوند هستم و مرا عبادت کنید. به همین دلیل الله سبحانه و تعالی او را زنده به آسمان برد. سوال آخرشان این است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پدر و مادر داشت، در حالی که حضرت عیسی علیه السلام مادر داشت و پدر نداشت. پس کدام یک مقام بالاتری دارد؟ یعنی هدفشان این است که حضرت عیسی پدر نداشت، پس پدر او کیست؟ الله سبحانه و تعالی است و به این سبب حضرت عیسی علیه السلام خداوند است. پاسخ آن در قرآن کریم بیان شده. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران سوره 3 آیه 59 می‌فرماید إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. یعنی مثل عیسی در نزد خدا همچون آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود موجود باش، او هم فوراً موجود شد. بنابراین ولادت مسیح بدون پدر هرگز دلیلی بر الوهیت او نیست. پس اگر شما میگویید که حضرت عیسی علیه السلام خداوند است به دلیلی که پدر نداشت، پس حضرت آدم علیه السلام نه پدر داشتند و نه مادر، و آیا او خدای بزرگتر از حضرت عیسی است؟ پس عیسویان خواهند گفت که نخیر چنین نیست. این موضوع نه تنها در قرآن بلکه در انجیل نیز بیان شده است که حضرت آدم علیه السلام نه پدر داشتند و نه مادر. و اگر شما میگویید که کسی پدر نداشته باشد او خداست، حالا که حضرت آدم نه پدر داشتند و نه مادر، او خدای بزرگتر خواهد بود؟ و آنها خواهند گفت که نخیر چنین نیست. و همچنان در انجیل نام شخص ذکر شده. در کتاب نامه به عبرانیان فصل 7 آیه 2 الی 4 بیان می‌دارد که نام او پادشاه سالم است. او نه آغاز دارد و نه انجام. او نه پدر و مادر داشت و نه فرزندی داشت. بنابراین او نسبت به آدم علیه السلام هم قوی‌تر برآمد. آیا شما آن را خدا قبول دارید؟ آنها خواهند گفت نخیر. بنابراین ما باید کتب خود آنان را مطالعه کنیم و از کتب خودشان با آنان پاسخ بدهیم و آنان را به اسلام دعوت کنیم. بعد از آن مجری برنامه بیان داشت: جناب دکتر صاحب، یک سوال جالب از شما پرسیده شده که اگر انجیل کلام خداوند نیست، پس چرا شما در موارد خاص از انجیل نقل قول می آورید؟ بعد از آن آقای دکتر ذاکر نایک فرمودند: سوال کردند که اگر انجیل کلام خداوند نیست، پس چرا شما از انجیل نقل قول میکنید؟ چرا از انجیل نام میبرید؟ و نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیز در انجیل ذکر شده. در هر کتابی که اگر 2 نقطه، 5 نقطه و 10 نقطه حقیقت وجود دارد، به این معنا نیست که آن کلام خداوند باشد. شما سلمان رشدی را میشناسید. سلمان رشدی که کتاب آیات شیطانی را نوشت، در آن کتاب آیات قرآن نیز نوشته شده. پس آیا آن کتاب قرآن کریم می شود؟ آیا نام سلمان رشدی را شنیده اید؟ شنیده اید یا نه؟ ها ماشاءالله. ما و شما او را به شهرت رساندیم. ما و شما یک شبه او را به شهرت و ثروت رساندیم.
بنابراین حتی او در کتاب خود بعضی آیات و احادیث را نقل کرده. به این معنا نیست که کتاب او قرآن کریم شود. پس این انجیل موجود طوری که قبلا گفتم مخلوط شده و ترکیب شده است و من به دلیل از انجیل نقل قول می آورم که عیسویان تصور می کنند که این انجیل کلام خداوند است. پس برای آنان می گویم که درست است، حرف شما را قبول می کنم که این کتاب کلام خداوند. پس چرا شما به کلام خداوند عمل نمی کنید؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید تعالوا الى كلمة سواء بين بينكم. بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است. پس شما قبول دارید که انجیل کلام خداوند است و من قبول دارم که قرآن کلام خداوند است. پس حداقل بیایید آنچه در این دو کتاب یکسان است از آن پیروی کنیم و آنچه اختلاف است، چیزهای غلطی که در انجیل نوشته شده، حتی زنا نوشته شده و غیره، آنها را کنار بگذارید. ما آن را قبول نداریم. حالا چیزهایی که یکسان است حداقل آن را قبول کنید. در انجیل شما نوشته شده که عیسی علیه السلام پیامبر بود و خدا نبود. آن را قبول کنید. در انجیل بیان شده است که حضرت عیسی علیه السلام به دار آویخته نشد. حداقل آن را قبول کنید. در انجیل نوشته شده که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خواهد آمد. اگر شما میگویید که انجیل کلام خداوند است، در انجیل نوشته شده که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر است و خواهد آمد. پس شما چرا حضرت محمد را قبول ندارید؟ الله سبحانه و تعالی برای ما میگوید که وقتی ما با پیروان دیگر ادیان صحبت میکنیم بهترین فرمولش این است که بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است. پس آنچه میان ما و شما یکسان است حداقل با آن عمل کنید. به همین دلیل از انجیل نقل میکنم، زیرا آن فرموده انجیل که با قرآن و احادیث صحیح مطابقت میکند. ما به عیسویان میگوییم که حداقل با این فرامین عمل کنید تا به اسلام نزدیک شوید. امیدوارم پاسخ سوالتان را گرفته باشید. دوستان گرامی، سپاس از این که ویدیو را تا آخر تماشا کردید. لطفا نظریاتتان را درباره این ویدیو با ما شریک سازید. برای تماشای بیشتر این چنین ویدیوها چینل ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را فشار داده گزینه آل را انتخاب کنید تا از نشر ویدیوهای بعدی ما آگاه شوید. برای حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک و شیر کنید تا نشر ویدیوی بعدی که باز انشاءالله خدمت حاضر می شویم. خداوند بزرگ یار و یاور همه ما باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.